حدیث قدسی: انتساب نیکی ها به خدا و بدی ها به بشر. خداوند عزوجل فرمود: ای فرزند آدم، به اراده من است که آنچه برای خود می‌خواهی و اراده می‌کنی و به قدرت من است که واجبات مرا ادا می‌کنی و به وسیله نعمت من بر معصیت من قدرت پیدا کرده ای. تو را انسان شنوا و بینا و قوی قرار دادم. هر نیکی که به تو برسد از جانب خدا است و هر بدی که به تو برسد از ناحیه خودت می باشد و آن به خاطر این است که من سزاوارتر از تو هستم نسبت به نیکی هایت و تو از من سزاوارتر هستی نسبت به بدی هایت، و آن به خاطر این است که من از آن چه انجام می دهم بازخواست نمی شوم و حال آن که تمامی آنها بازخواست می شوند. هر آنچه که تو خواستی برایت منظم و مرتب نمودم. کافی جلد اول صفحه 159 روایت 12.